کار تخریب و پاکسازی موانع و خانه‌های تحت استملاک مسیر فاز دوم سرک کوتل خیرخانه از ساحه هده مزار به سمت کوتل آغاز گردید. در مسیر این سرک 74 ملکیت تحت استملاک قرار گرفته است که مطابق قانون و اصول استملاکی و شهروندان متضرر جبران خسارت خواهد شد. حالا که سرک جور میشه و وقتی که سرک سازا اومد گفت سایر تخلیه کنیم و سایر تخلیه کردیم دیگه دفعتا سرک جوش خوش میشه. ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه شاروالی کابل فاز دوم این سرک به شکل اساسی شامل تمام جزئیات یک سرک معیاری به طول 2520 متر با عرض 60 متر ساخته می شود که به زودی کار عملی ساختمان آن آغاز خواهد شد.